آقای دهقان، سود سازنده ها توی پروژه های پیش فروش چجوری محاسبه میشه؟ پیش فروش یک تعامله. اینجوریه که انگار شما یه زمینی داری و میخوای داخل اون زمین یه بنایی رو بسازی. حالا پروسه ساختش رو واگذار میکنی به یک سازنده. طبیعتاً شما بهای تموم شده اون واحد به اضافه 1% مشخصی به عنوان حق پیمان رو یا مدیریت پیمان رو به اون شخص سازنده پرداخت میکنید. ساز و کار تعاونی ها هم به همین ترتیب هستش. یعنی پروسه ساخت رو برای شما انجام میدن، سرماگرماش رو به جون میخرن و اون مصائبش در واقع با سازنده است، ولی شما در نهایت واحدتون رو تحویل میگیرید به عنوان هزینه ساخت واحد رو به صورت کامل به اضافه 10% مدیریت پیمان به اون سازنده پرداخت. با توجه به هزینه ساخت و 10% سودی که برای سازنده در نظر گرفته میشه، خریداران پروژه واحداشون رو با کمتر از 1/3 قیمت منطقه تحویل میگیرن. حالا به نظر شما برد با کیه؟